سلام و هزار سلام به همه شما هموطنای بامرامی که تو پاریس کولاک کردید. دم همگی گرم، واقعا دست مریزان، خسته نباشید. از شما چه پنهون، بنده موشکافم تازه از پاریس رسیدم. اومده بودم از نزدیک بوکس جانانه شما تو فک علیگدا رو موشکافی کنم. ماشاءالله اونقدر اساتید موشکافی تو جمعتون بود که بنده حقیر اون وسط مسطا گم شدم. بنازم به شما هموطنای باصفا که الحق و بالانصاف یه ضربه جانانه گذاشتید وسط جسم ناقص عظما. بله، دیشب علیگدا دراز به دراز افتاده بود تو بیت و از کابوس گردهمایی پاریس همینجوری داشت به خودش میپیچید. شیخ فری هم که پاک قاط زده بود رفت توی کنفرانس مطبوعاتی و برای دل دادن به دلواپسا و دلارامای گیجویج گفت که یک ماشینی که به سرعت به سمت دره میرفته، اولا ما از دره بردیم به سمت جاده درست که این سرنگون نشه این ماشین ماشینو از دره بردی به سمت جاده که سرنگون نشه؟ فکر کردی با این ادا و اطوارا میتونی سیر و سرکه‌ای که تو دل بسیجی ها هست رو از جوش بندازی؟ کدوم جاده؟ مگه ندیدی دیشب تو پاریس چه خبر بود؟ مگه ندیدی اشرف نشونا چجوری ماشینتو چپ کردن؟ فکر کردی با زهرخوری میتونی نظامتو از سرنگونی نجات بدی؟ کور خوندی حاجی، کور خوندی. مشته که همینجوری حواله فک تو بری فقیت میشه. آقا یادتونه قبل از مراسم سایت های علیگدا جلز و بلز میکردن که آی جمعیتی نمیاد و این حرفا؟ نه جان من یادتونه؟ اینا یه نمونهشو بنده موشکاف دارم. مجاهدین همواره تمام هم و غم خود را برای پرجمعیت نشان دادن این مراسم گذاشته و با تمام توان شروع به تبلیغات کذب و اجیر نمودن عده‌ای بی خانمان و پناهجو برای پر نمودن سالن مراسم می کنند. آخ که این جمعیت چه بلایی سر این علیگدا میاره، یعنی میسوزونه ها. تا قبلش که میگفت اصلا جمعیت نمیاد، حالا چون فیلم ها مثل سیخ میره تو چشمش مجبور شده به پر جمعیتی اعتراف بکنه و با این شامورتی بازی ها به علیگدا و بسیجی های بارفتش دلخوشی بده. دم اشرف نشونا گرم که اون چنان گردهمایی عظیمی برپا کردن که بازم جیغ آخوندا در اومد. از جمعیت که بگذریم میرسیم به چی؟ به سوزش علیگدا و نوچه‌هاش از خرج و مخارج برنامه. اینجا رو ملاحظه کنید و یه شیکم سیر بخندید. یکی از راه‌هایی که سران مجاهدین از طریق آن مخارج خود در تجمعاتی همانند ویلپنت را به دست می‌آورند قاچاق مواد مخدر میباشد که بیشک از روش‌های متداول آنها برای تهیه مخارجشان میباشد که البته برخی از سران سازمان در کشورهای اروپایی و آمریکایی در این راه خبره شده و کارترها منظورش کارتله. ادامه بده آقا جون، ادامه بده. و کارترها و باندهای بزرگی تشکیل دادند که دست بعضی از سناتورها و نیز سیاستمداران کشورهای غربی نیز در آن وجود دارد و منافع آنها نیز به نوعی مرتبط با این کار سران سازمان می باشد. لااقل این پرت و پلاها رو وقتی می نوشتی که هنوز وزیر کشور شیخ فری قضیه پولای مواد مخدر و مصرفش تو انتخابات و ساختار قدرت رو نکرده بود. حالا که خودش گفته دیگه بنده موشکاف چی بگم؟
به قول قدیمی ها هر که نقش خیشتن بیند در آب. خلاصه این که علیگدای نفله مونده و شیخ فری سرگردون و رژیم جرباجری که خودش هم نمیدونه کدوم شکافشو هم بیاره. یه بار دیگه یه لایک موشکافی تقدیم به همه اونایی که سقف سالن ویلپنت پاریس رو هاوار کردن رو عمامه علیگدا و شیخ فری. قربون همتون برم، زد زیاد. موشکافی